که رفت. اما اگه حرف شما با حرف من یکی بود بچه ها شما باختید و باید بزنید ویدیوهای بعدی. بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها من بین مثلا شمشیر ندراتی و دایمندی کدوم رو انتخاب میکنید؟ 1 2 3. من شمشیر دایمندی رو انتخاب میکنم. اگه از همین اول باختید اشکال نداره، با سابسکرایب کردن میتونی یه شانس دوباره داشته باشی. بریم سراغ سال بعد. شما بین بلاک ندرات و بلاک دایمند کدوم رو انتخاب میکنید برای ساختن بیکن؟ 1 2 3. من بلاک دایمند رو انتخاب میکنم چون خیلی راحت تره و سریعتر میشه باهاش بیکن ساخت. اگه از همین الان از تا اینجا ویدیو نباختید با لایک کردن به من ثابت کنید. بریم سراغ سال بعدی. خب به نظر شما استیکی پیستون بهتره یا پیستون معمولی؟ 1 2 3. به نظر من استیکی پیستون خیلی بهتره، به خاطر اینکه میتونی باهاش هر مثلا دریچه های مخفی و هر چیزی که دلتون میخواد باهاش بسازید و رسما میتونه بلاکا با خودش کش بده. یعنی وقتی میره بالا نگاه کنید بچه، وقتی میره بالا میشونید خود اون بلاک هم بچه ها میاره پایین و برعکس پیستون معمولی که فقط میره بالا و آیتم بالا نگه میداره. بذارید نگاه کنید آیتم بالا میمونه. از نظر من همین استیکی پیستون بهتره. تونستید درست جواب بدید و دووم بیارید. اگه دووم آوردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما داخل ویدیوی بعدی من برنده خواهم شد. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.